خیلی ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه حاج آقا؟ هیچی، بفرمایید از زندگیتون. خداحافظ. برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون داشتیم که چیکار داری میکنی؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. بیا برو بیا برو. خدا یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چیکارش کردی مگه؟ اجازه بدین من بهتون توضیح بدم. زمان کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. قولشون ندادم. تو دروغ گفتی؟ شوهرت بگو یه کاری نکنم. دیوونه شما خودمو بدبخت کنم. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی؟ میگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج؟ اتهامت قتله. مگه تو نکنی جدی نیست؟ جدی شد. درست حسابی آسمان بکنم چی شد؟